الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من حكم بين الناس بحكم رب العالمين، وعلى إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه ششم از کشف شبهات اهل بدعت در مسئله حکم نمودن به غیر حکم الله، الحکم بغیر ما انزل الله. ان شاء الله تعالی در این حلقه دوام موضوع دیروزه را، حلقه گذشته را بیان خواهیم کرد. در حلقه گذشته بیان نمودیم که یک نمود توحید وجود دارد که اون را توحید الحاکمیه میگویند. البته توحید الحکم یا توحید الحاکمیه این یک توحید مستقل که از این سه توحید الربوبیه والالوهیه والاسماء والصفات جدا باشد نیست، بلکه از درون این توحید ها است، اما از سبب ضرورت و از سبب زیاد شدن شرک در این زمان علما این توحید را علاهده با ذکر کرده اند، همچون خاطر رسان، همچون یادرس و همچون اهمیتش. ما دیروز سه سبب که علما اون سبب ها را ذکر کرده اند به شما بیان نمودیم که به همین سه سبب توحید حاکمیت علاهده در این زمان ذکر شده است و بیان نمودیم که توحید الوهیت، بگویم توحید حاکمیت، این داخلی تمام نمود توحید ها است، مثل دیگر چیزها نیست، هم از توحید ربوبیت، هم از توحید الوهیت و هم از توحید اسما و صفات است. و این چون این سبب دوم این است که در این زمان در همین حکم سبحان الله شرک به وجود آمده است و شرکش در بین مسلمان ها منتشر شده است، شرک در حکم. و سومین سببش این است که گفتیم علما، هر یک علما به مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه و ابن محمد ابن عبدالوهاب و غیر از علمای اهل سنت و الجماعت در زمان خود همون عبادتی که در همون عبادت شرک زیاد شده است همون را علاهده توحیدش را ذکر کرده بودند، به مانند توحید الدعاء، توحید المحبه، توحید الخوف. و این زمان هم که در حکم الله سبحانه و تعالی حکم بشر را همراه کردند و حکم الله را ترک نمودند، علما همچنین این توحید الحکم و توحید الحاکمیت را ذکر نمودند. سبب چهارمش چیست؟ چهارمین سببی که با همین سبب توحید الحاکمیه از درون توحید الربوبیه و توحید الالوهیه و توحید الاسماء و صفات علاهده ذکر کرده می شود، سببش این است که توحید الحکم یا که حکم الله سبحانه و تعالی علاقی به نهایت شدید به تمام اصول دین، مبادئ دین و فروعهای دین دارد. حکم چخیلی که شما فهمیدید و به شما در حلقه گذشته بیان شد از توحید است. حکم الله سبحانه و تعالی از توحید است، از تمام نمود توحید است، از ربوبیت، از الوهیت، از اسما و صفات. پس ترک نمودن حکم هم از شرک است، از شرک اکبر است. و این چنین حکم علاقه شدید به ایمان دارد. حکم نمودن به حکم الله به ایمان حقیقی دارد و بگویم رکنهای ایمان، اولین رکن ایمان این ایمان آوردن به الله سبحانه و تعالی و به توحیدش و در درون توحیدش حکم. توحید یعنی حکم نمودن تنها به حکم الله سبحانه و تعالی. و این چنین حکم علاقه شدید به ضد ایمان کفر دارد. هر کسی که به حکم الله سبحانه و تعالی حکم نکند به کفر واقع می شود. و این چنین حکم علاقه به اسلام دارد و به ارکان اسلام دارد
و اولین رکن اسلام هم این شهادتین که طلب شهادتین، مقتضای شهادتین همین بجا آوردن حکم الله سبحانه و تعالی است. از همین مناسبه علما این حکم الله سبحانه و تعالی را علاهیده ذکر کردند و گفتند که توحید الحاکمیه. پنجمین سببش چیست؟ علما رحمهم الله میگویند چخیلی که در حکم توحید وجود دارد و توحید الحکم یا توحید الحاکمیت هست، این چنین شرک حکم وجود دارد. توحید در حکم، این حکم نمودن به حکم الله سبحانه و تعالی است، و شرک در حکم این حکم کردن به حکم غیر الله سبحانه و تعالی، به حکم بشر، به حکم طاغوت و به حکم جاهلیت. همه نمود حکمی که به غیر حکم الله سبحانه و تعالی هست این را طاغوت گفته می شود، که الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیت 60 به من شما خبر داد که یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، میخواهند که مراجعت به محکمه های طاغوتی کنند. تمام حکم به غیر ما انزل الله طاغوت است و الله امر کرده است که به این طاغوت کفر بیورزیم. پس حکم نمودن به غیر حکم الله سبحانه و تعالی شرک است و از شرک عادی نیست، به تمام بابهای کفر و شرک داخل می شود. خیلی که حکم به تمام نمود توحید علاقه دارد، هم از توحید ربوبیت است، هم از توحید الوهیت است و هم از توحید اسما و صفات است، این چنین شرک در حکم هم به تمام نمودی کفر و به تمام بابهای کفر و شرک داخل می شود. ببینید، حکم کردن به حکم غیر الله سبحانه و تعالی داخل می شود در شرک ربوبیت. هر کسی که به غیر حکم الله شرک یعنی حکم بکند، مشرک می شود در ربوبیت. شرک به وجود می آید در ربوبیت و هم در الوهیت و هم در اسما و صفات و هم شرک در متابعت. ما گفتیم دو نمود شرک وجود دارد: شرک نسبت الله و شرک نسبت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، یعنی در اطاعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دیگر شخصی را برابر کردن و دیگر شخصی را مثل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اطاعت نمودن. و این چنین حکم کردن به حکم غیر الله سبحانه و تعالی از نظری به وجود آمدنش شرکش هم شرک زبانی هست، هم شرک عملی هست و هم شرک اعتقادی است. یعنی شرک حکم هم از زبان است و هم از قلب است و هم از جسم است، با قول و عمل و اعتقاد. و این چنین شرک حکم شرک اکبر است و اصغر است که ما در حلقه دوم بیان نمودیم که عقیده اهل سنت و الجماعت چگونه است و در کدام حالت شرک اصغر و در کدام حالت شرک اصغر و اکبر بودن را به شما بیان نمودیم. و این چنین شرک در حکم هم شرک با تعطیل هست و با تمثیل، یعنی هر کسی که به حکم غیر الله حکم میکند، حکم غیر الله را برابر یا مانند یا شبیه حکم الله کرده است. و هر کسی که حکم الله را ترک میکند، این مشرک شده است، به خاطر اینکه عملی گفته الله را، حکمی به وجود آورده الله را ترک کرده است. ببینید، به همه نمود شرک واقع میشد: شرک در ربوبیت، در الوهیت، در اسما و صفات، شرک در متابعت، هم شرک زبانی، هم عملی، هم اعتقادی، هم شرک اکبر، هم شرک اصغر، هم شرک تعطیل، هم شرک تمثیل. سبحان الله، این نمود یک عملی که به تمام نمود شرک تعلق داشته باشد خیلی هم کم است و حکم از همین جهت است. پس هر کسی که حکم به غیر حکم الله سبحانه و تعالی میکند، به همین نمودی شرک ها واقع میشد، نه به یک نمود، به همه نمود شرک.
و این چنین به تمام نمودی بابهای کفر واقع می شود. ابن القیم الجوزی رحمه الله میگن کفر 6 نمود است. این حکم نمودن به حکم غیر الله به 6 نمود کفر واقع می شود. هر کسی که به حکم غیر الله حکم میکند از 6 جهت کفر می شود. داخل می شود به کفر اعراض و الامتناع و التولی و الایباء. یعنی هر کسی که به حکم غیر الله حکم کند، این معنی آن را دارد، دلالت می کند به این که این انسان از حکم الله روی گردانیده است. امتناع یک نمود کفری که امروز مرجعه ها این کفر را نمی شناسند و قبول ندارند. امتناع همین است که با وجود اقرار کردن حکم الله، با وجود اقرار کردن امر الله، اما ترک کردن پی در پی. یک انسان میگوید که من نماز را اقرار میکنم که نماز حکم الله هست، نماز فرض است، اما میبینید که پی هم هر روز نماز نمیخواند. این امتناع کرد، یک عملی کفری را پی هم انجام داد، کافر شد. و این چنین مسئله زکات هم همچنین است. میگوید که زکات فرض است، اما 4 سال و 5 سال گذشته است باز زکات نمیتید، کافر است. این چنین این نمودی کفر در حکم است. یک کسی میگه که من حکم الله را اقرار میکنم، یگان حکم برابر حکم الله نیست. حکم الله این واجب است که ما به این حکم بکنیم، اما میبینید که مطلقاً به غیر حکم الله پی هم حکم میکند. پی هم مطلق نظامش غیر نظام شریعتی است. پس این کافر است و کفرش در امتناع است، خودش را از عمل کردن باز داشتن. این کفر اعتقادی نیست، این کفر عملی است. کفر اعراض و کفر امتناع کفر عملی است. و تولی، روی گردانیدن، این 10مین شکننده اسلامی که شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب در شکننده اسلام ذکر کردن و این به اجماع علما هست. هر کسی که دین را تعلیم نگیرد، اهمیت ندهد، عمل نکند و تعلیم هم ندهد، هر کسی که دین را دیده دونسته عمل نکند، پی در پی، این از دین روی گردانیده است و این کافر است، به شکننده اسلام واقع شده است. پس سوال به شما این است که امروز پرزیدنت هایی که وجود دارد یا امروز حاکمانی که میگویند به حکم غیر الله حکم میکنیم، آیا اونها یک روز یا یک بار یا که در یک مسئله حکم میکنن، یا که مطلقاً نظامشون غیر نظام شریعت است، یا که میبینیم که ماه‌ها و سالها میگذرد فقط به حکم دموکراتی حکم میکنن؟ بله، ماه‌ها سالها میگذرد، 10 سال میگذرد به حکم غیر الله حکم میکنن. از همین جهت جایز نیست که یک کسی بگوید که من اول حکم دموکراتی را قبول میکنم، به این حکم یک چند سال حکم میکنم و بعد از این آهسته به اسلام میروم. این ناممکن است. به واسطه شرک به اسلام رفتن این کفر است و صاحبش کفر میشد و این راهی غیری بیان کرده الله رسول است. این چنین راه را الله رسول بیان نکرده اند. لا ينكر المنکر بالمنکر، منکر را به منکر نابود نمیکنی. میخواهی که حکم الله را حکم بکنی، بیا یک بار حکم کن. اگر نتوانستی، اگر قدرتت نبود، معنیش این نیست که تو روی مشرک بشوی. صبر بکن، طاقت بکن، خودت را بساز، خودت را موحد کن، فرزند و اهل عائله و دوستان و برادران و مجتمعت را موحد کن، قومت را موحد کن. وقتی که قوم موحد شد، وقتی که قوم از توحید با خبر شد، ان شاء الله باز تطبیق کردن حکم الله آسان‌تر می شود. اما بدون توحید من حکم الله را تطبیق می کنم روزی از روزها گفتن، این دروغ است و این یک دعوای شیطانی است و این یک فریب شیطان است. و این چنین حکم کردن به حکم غیر الله سبحانه و تعالی به دیگر نمودهای کفر معروف داخل می شود، بمانند تکذیب، دروغ شماریدن، بمانند جحود، کفر الجحد، رد کردن، رد نمودن، بمانند شک کردن،
امروز همه آن کسانی که به حکم غیر الله حکم میکنند شک به حکم الله دارند. میگویند در این زمان به حکم غیر الله حکم کردن این خوبتر است یا افضلتر است، یا که این حکم غیر الله مردم سالاری است، حکم علمانی، سکولاریسم، لیبرالی، دموکراتی هم عین علمانی است. این دین‌های به الهی، دین‌های لادینی، بگویم نظام‌های بدینی، نظام‌های برابری بین حیوان و انسان، بین یک مردی همجنسگر و یک زنی فاحشه و بین یک مؤمن و مسلمه، این همه نظام‌هایی که مخالفی سبحان الله احکام رسولش، احکام الله و رسولش است. بارک الله فیکم. و شک در این همه حاکمان وجود دارد. شک میکنند به حکم الله، میگن که در این زمان حکم الله موافق این حکم، موافق این زمان نیست، والعیاذ بالله. و همچنین انسان کافر است و مرتد است، برای که این شک است، شک نمودن به حکم الله سبحانه و تعالی. پس بدانید که این چنین حکم نمودن به غیر حکم الله سبحانه و تعالی، حکم نمودن به غیر آنچه که الله سبحانه و تعالی نازل کرده است، این کفر به الله است، به پیامبران و انبیاهش است، به ملائکه ها است، به کتابهای الله و به رسولش، و کفر به شهادتین است، کفر به کلمت التوحید است، به رکنهای لا اله الا الله است، کفر به مقتضا و طلبات و شروط صحت لا اله الا الله است. حکم کردن به غیر حکم الله این طعنه زدن به الله است سبحانه و تعالی، طعنه زدن به رسول الله است، طعنه زدن به دین است، طعنه زدن به شریعت است، طعنه زدن به صحابگان است، طعنه زدن به علمای این امت است. طعنه به این معنا که حکم الله حکم کامل پره نیست، دین الله و شریعتش کامل نیست، دین الله و رسولش سزاوار این زمان نیست، یا در یگان زمان سزاوار شده نمیتواند. سبحان الله، این همه طعنه ها کفری است. برای همین علما غافل نماندند، ذکر نمودند و بیان کردند که ای کسانی که شما گمان میکنید که حکم کردن به حکم غیر الله یک چیز عادی است، آگاه باشید که این از توحید است. توحید الحکم، توحید الحکمه وجود دارد. به خاطر اهمیتش، به خاطر بزرگیش علما جدا کردند و بیان نمودند. از بقیه، از باقی مانده قسمهای توحید اضافه کردند و جدا کردند و بیان نمودند تا که من و شما آگاه باشیم، تا که مردم مسلمان فراموش کرده باز به یادش برسد. پس هر کسی که این نمود توحید را انکار بکند، توحید الحاکمیت را همچون یعنی جدا نوشتنش را، توحید الحاکمیت، توحید الحکم گفتن را انکار میکند و این عقیده را عقیده خوارجی میگوید، داند که غلو کرده است. اگر به اجتهاد خوب کرده باشد خطا کرده است، اگر بعد از این فهمیدن سخنهای علما کرده باشد، بعد از این همه حجت کرده باشد، غلو کرده است، به کفر واقع شده است و البته باید توبه کنند و به سوی الله سبحانه و تعالی بازگردد. پس عموما میگیم که لا مشحة فی الاصطلاح، در نامگذاری ها، در اصطلاح جدال مشاحت وجود ندارد. زمانی که مقصد همون است، معتقد همون است، معنا همه اش یک چیز است، که توحید به بیرون براریم هم از درون توحید و الهیده نویسید هم، یا که الهیده قسمت رو ذکر کنیم هم همچون توحیدی مثلا چهارم بگویم توحید حاکمیه، یا که از درون توحید ها گویید هم، مقصد همین است که حکم نمودن به حکم الله سبحانه و تعالی از توحید است و حکم نمودن غیر از حکم الله سبحانه و تعالی این چی است؟ شرک است و کفر است. اما باید بدانیم که حتما باید بدانیم، لازم است بدانیم که
الهیده ذکر کردن توحید حکم و توحید حکمیه معناش این نیست که این بیرون از قسمهای توحید سیگانه است، از اونها جدا هست و خودش تنها مثل اونها چهارمین قسم توحید است. نه، بلکه این توحید حکم یا توحید حکمیت داخل قسمهای سیگانه است. از قسمهای سیگانه توحید، از توحید ربوبیت، الوهیت، اسماء و صفات بیرون نمی شود، همچون قسم چهارم ذکر کرده نمی شود، اما به خاطر اهمیتش ذکر کرده و الوهیت ذکر شده است. بارک الله فیکم. پس دلیلش از اینجاست که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 238 میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى. حفاظت بکنید، پابرجا باشید بر همه نمازها و به نماز وسطا، وسط، عصر. معلوم است که نماز وسطا، نماز عصر، این از درون دیگر نمازها است. الله وقتی که گفت که به تمام نمازها پابرجا باشید، در درون همون نماز وسطا رو هم، نماز عصر رو هم ذکر کرد. اما از سبب اینکه نماز عصر خاصیتش بزرگ است، اهمیتش سخت‌تر است و بزرگتر است و وزن‌تر است، باز الهیده از درون نمازها ذکر کرد و گفت و صلات الوسطی. توحید حاکمیت هم خلاصه مثل همین نماز است. بگوییم سه نمود توحید تمام نمود توحیدها را در بر میگیرد. الربوبیه و الالوهیه و اسماء و صفات تمام نمودها را در بر میگیرد. اما از سبب طلبات حاجت این زمان، از سبب مشرک شدن بسیار مسلمان ها، از سبب حکم، از درون این توحید یک توحید را باز الوهیده ذکر کرده می شود. بارک الله فیکم. پس اما تعجب میکنیم ما از حال کسانی که درباره توحید سخن میکنند، درباره شکننده های اسلام سخن میکنند، درباره شرک دعا سخن میکنند، شرک قبور، شرک بگویم ذبح و دیگر نمود شرک سخن میکنند، اما شرک حکم را ترک میکنند، شرک قانون برآوردن را مقابل قانون الله سبحانه و تعالی ترک میکنند و گویا که این چیز وجود ندارد و فراموش میکنند و ذکر نمیکنند و این غلط است. خصوصا در همین زمان غلط است. و از جانب دیگر ما بسیار انسان ها را میبینیم که شرک حکم را در همه جا سخن میکنند و شرک حکمیت را میگویند، اما باقی مانده شرک را فراموش میکنند. شرک قبوری یا شرک دعا یا شرک دیگر از نمودهای شرک را فراموش میکنند. هر دویش هم این افراط است و تفریط است. ما نباید در شرک حکم افراط بکنیم و دیگر شرک ها را گویا ترک بکنیم و همچون شرک نیست بگوییم والعیاذ بالله، مثل خوارج ها یا که مثل مدخلی ها، مرجعه ها، جهمی ها نباشیم که دیگر نمودهای شرک را ذکر بکنیم اما شرک حکم را ترک بکنیم. ما وسط هستیم. اهل سنت و الجماعت وسط است، در بین هستیم. ما هر دوی نمود شرک و همه نمود شرک را بیان میکنیم و بخصوص میبینیم در این زمان ما کدام نمود شرک منتشر شده است و کدام نمود توحید ترک شده است. همون نمود را ذکر میکنیم و به مردم شرح میدهیم و بیان میکنیم و بیان را از وقت حاجت به تأخیر نمیگذاریم. هم شرک دعا، هم شرک قبر، شرک ذبح و هم شرک حکم و هم شرک قانونبراری و هم شرک مراجعت به محکمه های کفری. همه این را ما بیان میکنیم. انا من منهج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و منهج صحابه و منهج علمای این امت بود. نظر بکنید به کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله که هم شرک دعا، شرک خوف، شرک توکل و شرک ذبح را و هم شرک حکم را جمع کردند. یا که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله هم شرک دعا و هم شرک حکم را در کتاب توحید و رساله نواقض الاسلام ذکر کردند. بارک الله فیکم. انا این است منهج اهل سنت و الجماعت در زمان فتنه،
در زمان فتنه اهل سنت و الجماعت فتنه را بیان میکند و حق را بیان میکند، شبهه را کشف میکند. اما بعضی ها خود را از اهل سنت و الجماعت میگویند، اما از اهل سنت و الجماعت نیستند، از اهل بدعت هستند. میگویند در زمان فتنه خاموش باش. در زمان فتنه علما خاموش نباید باشند. در زمان فتنه علما باید فتنه را بیان بکنند، شبهات را کشف بکنند و حق را بگویند. وقتی که فتنه شد، وقتی که جمعیت توده و توده آمدند و به شرک چنگ زدند، علما و طالب علمان اهل سنت وقتی که خاموش نشستند، انا این فتنه است و انا این البته خیانت است. و دوباره حق چگونه به وجود می آید وقتی که علما خاموش نشستند؟ از همین خاطر به طالب علمان من مراجعت می کنم که در زمان فتنه مردمی عامه باید خاموش باشند، هر کس نباید سخن بکند. اما به علما و طالب علمان اهل سنت و الجماعت که 10 سال و 20 سال تعلیم و تحصیل گرفتند، واجب است و فرض عین است که سخن بکنند، سخن را به حاجت مردم دیده بیان بکنند. یعنی ببینند که مردم به کدام مسئله حاجت دارد. مردم وقتی که توحید ندارد، وقتی که مردم مشرک است، به اونها آمده فضیلتی باران باریدن و فضیلتی فلان عمل را انجام دادن را بیان کردن، این درست نیست و از منطق هم نیست. وقتی که شرک به وجود آمد، باید تو شرک را بیان بکنی، شبهات را کشف بکنی و توحید را به مردم برسانی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چرا 10 سال فقط به کلمه لا اله الا الله دعوت نمود؟ به خاطر اینکه همه مشرک بودند و آهسته آهسته صحابگانش را صلی الله علیه و سلم به توحید ساختشان، به توحید قویشان کرد. بارک الله فیکم. پس دین اسلام همچنین است. دین اسلام، شریعت اسلام، هدی و منهج رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با خودش حکم دارد. و بدانید که حکم کردن به حکم الله و رسول از دین الله است، از شریعت است، از ایمان است و اسلام است. اما حکم کردن به غیر ما انزل الله، حکم کردن به غیر حکم الله سبحانه و تعالی، این هم یک دین است و یک شریعت دیگر است. علما میگویند هر کسی که یک نظام سازد، یک کتاب سازد، کتابش را کتاب قانون بگوید یا که کنستیتوسیون بگوید یا که سرقانون بگوید، چیز بگوید که در درونش حلال و حرام، جایز و ناجایز ها وجود دارد که مخالف حلال و حرام کرده الله، جایز و ناجایز کرده الله، مخالف امر و نهی الله است، این یک دین دیگر است. این یک دین ساخته مردمی و بشری است. برای آنکه در روی دنیا 2 دین وجود دارد، دین اسلام و دین باطل، خواهی نخواهی، گرچنده که اصل دین از الله باشد یا که از الله نباشد. مثلا دین های منسوخ شده و باطل، دین یهودیت، دین نصرانیت، اصل این دین ها از الله سبحانه و تعالی بود. اما بعضی از نمود دین ها است به مانند دین بودیستی، دین هایی که مشرکان این دین ها را خودشان ساختند، این نمود دین ها وجود دارد. و بعضی از نمود دین ها وجود دارد که این را همچون نظام و قاعده میگویند اما دین نمیگویند، به مانند علمانی، دموکراتی. گرچنده که صاحبان دموکراتی یا که این قانون های برآورده شده اقرار نمیکنند این را همچون دین، یا میگویند که ما این را دین نمیگوییم، با وجود همین این عملشان دین است. اونها قبول میکنند همچون دین یا نمیکنند فرقی ندارد، این دین است. یک نظام را تشکیل دادن مخالفی نظام الله سبحانه و تعالی، این دینی جدید است. برای چی؟ برای اینکه اول ما باید کلمه دین رو بفهمیم. دین به چی اطلاق کرده می شود؟ به چی چیز دین گفته می شود؟ دین به همون چیز گفته می شود که یعنی الزام کردن، اطاعت کردن، یعنی عمل نمودن، سرخم کردن به یک برنامه و نظام ها و حلال و حرام هایی که به وجود آمده است، خواه از جانب الله خواه از جانب غیر الله. دین ما دین اسلام است
این دین است که ما ملتزمش هستیم، اطاعتش میکنیم، پابرجا هستیم، خضوع میکنیم و اطاعت میکنیم. به حلال و حرام کرده آش، به جایز و ناجایز است، به امر و نهیش. این دین اسلام است. اما یک نمود دینی دیگر دارد که این دین مردم است. مردم خودش ساخته است. دین جاهلیت است، دین دموکراتی یا علمانی یا کمونیستی یا دین شرکی و بودیستی یا دین یهود و نصارا و غیره، که این دین این چنین پیروان خود را دارد که پیرو میشوند، ملتزم هستند، اطاعتش میکنند، انقیاد و پابرجا هستند، سرخم میکنند. و این دین ها هم دین است، اما دین های باطل است. چرا دین نامیده شد اصلا؟ برای آن که به این دین، به نظامش ملتزم است. انسان ها ملتزم میشوند، تسلیم میشوند به امرها و قانونهای و به این سیستمش عمل میکنند. برای همین دین نامیده شد. سبحان الله. و این چنین مشرک ها در حکم به این حکمی به وجود آمده، حکمی که بشر به وجود آورده است، به این حکم اطاعت میکنند، ملتزمش هستند، پابرجا هستند، سرخم میکنند، گفتهاش رو به جا میآورند و احکامهایش رو و قانونهایش رو، تشریعاتش رو به جا میآورند، ملتزم هستند به این شریعت خودشان ساخته و ندا میکنند به این شریعتشان، به این دینشان، دینی بگیم علمانی دموکراتیک، ما انمین دین را ساختیم، انمین بهتر است، انمین برای مردم افضل است میگویند. البته این دین است. برای همین ابن تیمیه رحمه الله میگویند چگونه که در کتاب مجموعة الفتاوی مجله 28 صفحه 544 ذکر شده است: و دین هو الطاعه، دین این اطاعت کردن است. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون كله لله. اگر بعضی دین و بعضی حکم، یعنی در اینجا معنای دین حکم است، یعنی و دین هو الطاعه، دین این طاعت است، اطاعت است. پس بعضی از حکم از الله باشد، بعضی دین از آن الله باشد، بعضی اطاعت نمودن از الله باشد و بعضی اطاعت از غیر الله باشد، بعضی دین و بعضی حکم از غیر الله باشد، قتال و جنگ واجب می گردد تا اینکه تمام دین از آن الله باشد. و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه و یکون الدین کله لله. و بجنگید تا اینکه فتنه نشود، یعنی تا اینکه شرک به وجود نیاید. به خاطر نابود کردن شرک و کفر بجنگید تا که شرک و کفر نابود بشود و دین همش، حکم همش از آن الله باشد. امام طبری رحمه الله میگن یکون الدین لله حتی تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دین خالصه دون غیری. همه دین از آن الله باشد. معناش این است که میگن تا که همه اطاعت نمودن از آن الله باشد، اطاعت فقط به الله باشد، به غیر الله اطاعت نباشد، قانون فقط به قانون الله باشد، به غیر قانون الله نباشد، عبادت همه اش به الله باشد، خالص به الله باشد و به دیگر کسی نباشد. انا این است معنای حکم به حکم الله، که این دین است و شریعت است، و حکم نمودن به غیر حکم الله که این کفر است و شرک است و این دینی قوم جاهلیت و قوم مشرکین است. بارک الله فیکم. با همین این حلقه رو به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده باقی مانده مسائل را در مسئله حکم به غیر ما انزل الله به شما بیان خواهیم کرد.